بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. خب در جلسه گذشته در انتهای داستان همون حکایت مارگیر مولانا یک سری مسائل رو از همون داستان میخواست استنتاج کنه و با همون چیره دستی خودش یه سری مسائلی رو از لحاظ اخلاقی و عرفانی به مخاطب خودش تذکر بده. نکته‌ای که مولانا فرمود این بود که تو این مسیر انسان برای اینکه واقعیت ها رو درست درک بکنه و پی به حقیقت ها درست ببره، قبل از هر چیز بیخیشی لازمه. یعنی اینکه انسان حجاب خودبینی رو از وسط برداره. تا وقتی که آدم از خودش و از هوا و هوس خودش بتی درست کنه و او رو پرستش بکنه، با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، بگذار تا بمیرد در درد خودپرستی. خودپرستی بدترین نوع درد هاست و تا انسان از این مرض مهلک بیرون نیاد نمیتونه خدا خواه واقعی بشه. تا وقتی که انسان از خواهشات نفسانی و از لذتهای خودش خدا میسازه و اینها رو کعبه آمال خودش میکنه و برای به دست آوردن اینها پا روی هر شرافت، کرامت و پا روی هر ارزش اسلامی و انسانی میگذاره، انسان میتونه چطور به خدا برسه و چطور میتونه به کمال انسانی برسه؟ اصلا محاله. لذا اولین گام در این مسیر اینه که انسان گام اول رو نفس خودش بذاره، نفس خودش رو پامال کنه. گام دوم حالا حرکت به سمت ذات الله تعالی شروع میشه. لا اله مقدم کلمه توحید میں، غیر حق جب جایگی تب دل میں حق آ جایگی. مثلا کلمه توحید ما ابتداش با نفی شروع میشه، با لا شروع میشه. وقتی که غیر حق از دل بره، وقتی که یکفر به طاغوت بشه، تازه یؤمن بالله شروع میشه. تا انسان نتونه از باز مادر همه این بت‌ها، یعنی بت خودبینی و خودخواهی و لذتجویی انسان بگذره، قطعا نمیتونه حلاوت ایمان به دست بیاره و نمیتونه انسان طعم دوستی خدا رو تجربه بکنه. این محال، هم خدا خواهی و هم دنیای دون، این خیال است و محال است و جنون. هم خدا رو میخوای و هم از اون طرف دست از خودخواهی ها و خودپسندی ها و جاه طلبی ها و در حقیقت اون بزرگ منشی های خودت بر نمیداری. تو عبدی، بنده ای، آمدی برای بندگی و کمال تو عبدیت، تو بندگیته. بندگیه که تو رو بلند میکنه. سبحان الذی اسری بعبده، واقعی معراج رو و اون عروج روحانی نبی ما رو خداوند با صفت عبدیت بیان میکنه. من تواضع لله رفعه الله. این تواضع، این عبدیت، این فروتنی، اینا زیبنده توه. تو با اینا بلند میشی. تو عبدی. بعد خودت آمدی تو دنیا میخوای از خودت خدا درست کنی. بعد خودت آمدی تو دنیا میخوای علیاذ بالله با خدا رقابت کنی و در حقیقت تو هم یه صفتی که مختص فقط ذات خداست. له الکبریاء فی السماوات والارض. اینجا جار و مجرور مقدم شده، فایده حصر و تخصیص میده. یعنی فقط کبریایی از الله، فقط تکبر زیبنده ذات الله، فقط الله ذاتی بی نقصه. و در مرحله سافلتر و پایینتر همه ما معیوبیم، همه ما سر تا پا تقصیریم و همه ما باید بپذیریم که عبدیم. اگه اینو بپذیریم همه مشکلات حله، همه چیزا برطرف میشه.
لذا مولانا اشاره به همین کرد که آن نصیب جان بیخیشان بود. اون چیزی که تعالیم روح بخش انبیاء علیه السلام و انسان رو به کمال میرسونه، اون نصیب افرادی میشه که به مقام بیخیشی یا رفع همون حجاب و خودبینی رسیدن، چون که با خیشند پیدا کی شود. وقتی که تو خودت از خودت خدا ساختی، دنبال کی میگردی؟ وقتی که تو خواهشات نفسانی خودت رو کردی مبنای زندگی خودت، خود این یک شریعته، خود این یه اصول داره، خود این اصلا یه روال داره. تو برای خودخواهی های خودت و برای لذت جویی های خودت یه سری اصول و ضابطه ها داری دیگه. شریعتی لازم نداری، پیغمبری لازم نداری اصلا دیگه. و لذا اول بعد از اینا انسان بگذره. حالا در یاد خاطر عزیزان باشه، اون آخرین بیت جلسه گذاشته این بود: حیرتی باید که روبت فکر را. انسان به یک حیرت محمود، نه اون حیرتی که سر به شیدایی و دیوانگی و جنون بزنه، نه، حیرتی محمود. یعنی انسان به درجه ای از معرفت الله تعالی برسه، مثل همون قطره باران و ابری چکید، خجل شد چه پهنای دریا بدید. تو حیرت افتاد. تا قبل از اینکه اون دریا رو ببینه فکر می‌کنه منم هستم، منم آبم، منم وجودی دارم. اونجا که رفت وای دریا اصلا منی نیست. از من خجالت کشید که بگه من، که اگر این هست حقا که من نیستم. یه حیرت. کرم شبتابو گفتن آقا شبا خوب نور میدی، نور ملایم و قشنگ و زیبا و همه هم شیفته خودت کردی، روزا چرا نور نمیدی؟ شیخ سعدی رحمت الله تعالی علیه اینو میاره، گفت من روزم نور میدم اگه این خورشید بذاره. من روز که میشه در مقابل اون نور دیگه همم خودم میشم حیرت، گمم، نیستم، هستم ولی نیستم، دیده نمیشم. یه ناقص در مقابل یه کامل، همون بهتر که حقا که نیستم، بگه من نیستم، هزار وجود نکنه. حیرت به مرحله انسان برسه که مبهوت و حیرت زده عظمت ذات الله تعالی بشه. عرض کردم حیرتی محمود و پسندیده. خورده حیرت فکر را و ذکر را. خب این که بیاد، این حیرت محمود که بیاد، اون موقع انسان از این فکرهای سافل و از این نمیدونم حرفای الکی که عموما تو جامعه اینا ارزش‌های غلط حاکم شده بر افکار و اذهان عمومی، یه عده اینا رو تحمیل کردن چون منافعشون اینا رو میخواد، هستن دیگه. الان مافیای انواع جراحی‌های پلاستیکی هست، هر روز مردم رو کردن ملعبه خودشون، هر روز کردن عروسک خیمه شب بازی خودشون، درگیر بینیشه، یکی درگیر گوششه، یکی درگیر نمیدونم فلان جاشه، اینجاشو تراش بده، اونجاشو فلان کن. پشتش هم یه مافیای بسیار قوی، یه طرف رسانه‌ای، یه طرف چند تا سلبریتی و چهره مطرح، یه طرف هم یه چند تا چاقو به دست، فقط برای کاسبی. این هم شده چی؟ عروسک خیمه شب بازی. اینا هر روز باید شکل و قیافش یه جوری عوض کنه، خودش هم نمیدونه قرار چی در بیاد، آخه چی قرار بشه. از این فکرهای سافل کوچک انسان در مگه بلال حبشی تو تاریخ چهرش ماندگار شد، نامش بر جریده عالم ثبت شد، محبوب دلها شد، مگه من به خاطر قیافش دوستش دارم یا قیافشون یا این کالبد عنصری و خاکیش بود که اون رو تبدیل به یک اسطوره کرد؟ نه آقا اینا اصلا نیست. من اصلا نمیدونم بلال، فقط همینقدر میفهمم خیلی سیاه بوده، تمام. یه چیزی در درون بلال بود که بلال رو قشنگ کرد. امروز اگه یک کتاب می‌نویسم با این قطر در رابطه با عرفایی که ما اونا رو دوست داریم، سعدی، حافظ، فلان فلان فلان، مولانا،
کتاب با این حجم، کتاب با این قطر، اگر یه پاراگرافشو، یه نصف صفحه‌ای رو اگر به قیافشون اختصاص بدن، گمان زنی کنن که تیپ و قیافه ظاهرش اینطوری بوده. آقا اصلا اینا رو چهرهاشو ماندگار نکرد. مگه چهره تو قبر چقدر میمونه؟ اون چیزی که تو رو ماندگار میکنه که این کالبد خاکی هستن، نیست عنصری نیست، یه چیز دیگه است. بنابراین اگر میخوای از این ارزش‌های غلطی که تو جامعه تحمیل میکنن بر افکار و اذهان دیگران، ضد ارزش‌هایی که به جای ارزش تو جامعه اینا رو غالب میکنن برای یه افراد، و اون چیزهایی که رسم و رواج‌های غلط، نام و ننگ‌های باطلی که تو جامعه همه رو درگیر خودش کرده. جان همه روز از لگدکوب خیال، از زیان و سود و از خوف زوال، نی صفا میماندش، نی لطف و فر، نی به سوی آسمان روح سفر. یه جامعه درگیر، مشغول سر چیزای الکی، سر چیزای دروغین که اصلا هیچ ارزشی این حرفا در خیر القرون نداشت. درگیر همین مسائل، عمرش، وقتش، جوانیش، استعدادش، توانش صرف اینا داره میشه. مولانا میگه این حیرته رو به دست بیار، از اینا خلاص میشی. وقتی از اینا خلاص شدی تازه آماده پرواز میشی. هر که کاملتر بود او در هنر، او به معنی پس به صورت پیشتر. هر کس که در هر هنر صوری، صنعت و معرفت دنیوی کاملتر باشه، یعنی ادعاش بیشتر باشه. خب اینایی که عموما ادعا دارن توی رشته‌ای، توی فنی، توی در حقیقت چیزی کمالی به دست آوردن، به حسب ظاهر اونا عموما اینطورین، به حسب باطن عقب بمونن، چون به همون کمال ظاهری خودشون قانع میشن، استوب میزنن، درجا میزنن. ولی دوستان خدا دارن کمال، این با این تفاوت که این کمال رو عطای الله میفهمن، نه حاصل تلاش های فردی خودشون، حاصل نمیدونم زیرکی و چالاکی فردی خودم، نه، عطای الله. و خوف زوال این هم دارن که الله تعالی بخواد طرفت العین پلک به هم زده این از من میگیره. ولی یه وقتی از طرف یک کمالی داره، اینو کمال ذاتی خودش میفهمه. قارون چی میگفت؟ انما اوتیتو علی علم من عندی، حاصل علم خودم بوده، من بلد بودم، من کاردان بودم. سیاستمدار شده، قدرتمند شده، انا ربکم الاعلی، من یکی تو سیاست، یکی تو قدرت، یکی تو ثروت، من یکی قوم عاد، یکی ثمود، آپارتمان سازی ها تو دل کوها، من اشد منا قوه، دیگه ما قدرتمندترم هست. چی شد توی خونه تو دل کوه درست کردیم؟ مگه این کوه پیش قدرت ذات الله تعالی کل این کوه چقدر مگه؟ همین که انسان اینا رو به جای اینکه اینها رو وسیله شکر کنه و اینا رو عطا و نعمت الله تعالی بفهمه و تو اینا الله رو ببینه، بیاد خودش رو ببینه و به اینا مغرور بشه. همین دوچار ایستاییه، دوچار رکود، نه تنها رکود، جمود، قهقرایی، برو عقب، دند عقب، ذلیل‌تر و هر روز بدتر. هر که کاملتر بود او در هنر، او به معنی پس به صورت پیشتر. او به حسب ظاهر پیشه اما به حسب باطن عقبه. یعنی چی؟ یعنی همون عوارضش. خود اینا بد نیست، عرض کردم خود اینا خیلی قشنگه، به شرطی که اینها رو انسان عطای الله تعالی بفهمه، به شرطی که اینا رو نعمت انسان بفهمه، به شرطی که تو اینا انسان الله رو ببینه، به شرطی که انسان خوف زوال اینا رو داشته باشه که اللهی که به من داده طرفت العین میتونه من سلب بکنه.
خب اون موقع اینا قشنگه. ولی خدا نکنه تو اینا غرور، تو اینا خودبینی، تو اینا عجب، تو اینا ادعا، اینا قاطیشه، بعد دیگه تمام طرف. راجعون گفت و رجوع انسان بود که گله وا گردد و خانه رود. الله تعالی تو سوره بقره میگه انا لله و انا الیه راجعون. ما از خدا هستیم، مالمون، جانمون، آبرومون، هر چی که داریم همه و همه مال الله. از خودمون چی داریم؟ و انا الیه راجعون، و به سمت او هم باز بر میگردیم. این برگشت تو یه مثال ساده و عام فهم مولا میخواد بگه، میگه اینطوریه که رمه ای از چراگاه برگرده. ما هم یه روزی از این چراگاه دنیا باید برگرد، نفسمون رو بگیم آی برگرد، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. دیدید بچه ها تو کوچه ها روی تپه شنی روز و شب میکنن، خانه میسازن، آپارتمان، کوچه درست میکنن، کلی با هم میجنگن، دعوا سرکله هم دیگر رو میزنن، گاهی وقتا میشکنن. بعد غروب که میشه مادر میگه در باز میکنه برگردید بیاید. سر همینایی که زدن، کوفتن، جنگیدن، کلی زحمت کشیدن، اینا رو ساختن، اینا رو ول میکنن، باز میره. فردا صبح باز یه گروه بچه دیگه اومده نشسته سر هم تپه، باز اونا شروع میکنن ادامه کار اونا. کار ماها بزرگترها یه چیز شبیه هموناست. همین خاف چند مرتبه تا به حال عمارت‌های بسیار بزرگ توی ساخته شده، خراب شده، باز عمارت‌های جدیدتر ساخته شده و باز ساخته میشه و همه میرن دست دسته. چون که وا گردید گله از ورود، پس فتد آن بز که پیشاهنگ بود. مولانا مثال میزن، میگه اون کسایی که هرچی تو دنیا دنبال بلندی های ظاهری هستن و دنبال برتری های ظاهری هستن، اونا تو آخرت از همه عقب‌ترن. مثل اون بوزایی که اول گلن، موقعی که میرن از همه جلون، شب که میخوام برگردن اون بوزا از همه عقب‌ترن. پس افتد آن بز لنگ پسین، اضحک الرجعا وجه العابثین. اون بز لنگ که موقع رفتن از همه عقب‌تر میرفت، حالا موقع بازگشت از همه جلوست. همون لنگ بودن به دردش خورد، همون شکستگی، همون به ظاهر نقص به دردش خورد و اون موقع میشه چهره غمزده و اخمالود و اونای دیگر رو حس کرد و چهره شادمانی اینو حس کرد که میگه خوب شد که ما پامون لنگ بود که عقب موندیم، حالا باز از همه جلو افتادیم. از گزافه کی شدند این قوم لنگ؟ دوستان خدا هم تو دنیا دست پایین میگیرند، از شهرت ها، از قدرت ها، از قبول پست و سمت ها، از ادعاها به ظاهر عقب میکشن. اینا رو نمیخوان، فکر میکنن نمیتونن، ولی واقعیت اینه که مثل امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه شلاق میخورن و قبول نمیکنن. دنیا پیش اینها با پستش، مقامش، شهرتش، منصبش، با همه چیزش میاد، اینا نمیخوان. چرا؟ این تحمیلی نیست، اختیاری، خودشون اینو پسندیدن، خودشون اینو بهتر قبول دارن، چون میفهمن این خیلی گذراست این دنیا، ولی قبول اینها ممکنه یه چیز بزرگتر رو تو آخرت از من بگیره. از اون لذا از گزافه کی شدند این قوم لنگ، فخر را دادند و بخریدند ننگ. اینا از این فخر فروشی های دنیا که همه مردم درگیرن، مد چیه و نمیدونم کلاس چیه و نمیدونم قضاوت و داوری مردم چیه و
نام و ننگ های جامعه الان چیه و اصلا فکر میکنی اینا تو باغ نیستن، یه عالمی دیگه، یه حالی دیگه، یه وضعی دیگه، اصلا گویا نمیفهمه چیه اینا که تو جامعه الان اسم اینا رو گذاشتن مثلا نام و ننگ. از نام چه پرسی که مرا نام ز ننگ است. یعنی خود حافظم میگه آقا ما از این نام و ننگای دنیا بیزاریم، ما اصلا اینا نمیخوایم، اینا برای ما ملاک و معیار نیست، ما برای اینا زندگی نمی کنیم، اینا هر دهه عوض میشه، تو هم بعد هی خودتو بگیر عوض کنی با اینا، با همین غمام زندگی کنی، آخرم هیچ و پوچ، آخرش تایی هیچیه. از گزافه کی شدند این قوم لنگ، فخر را دادند. آقا اسم این اگه فخره، همین چیزایی که امروز تو جامعه شما اسمشون گذاشتید فخر و برتری و بزرگی و کمال و مد و فلان، اسم این اگه همینه، اینا هم مال شما. ملک دنیا تن پرستان را حلال، ما غلام عشق ملک لازوال. اگه بهش بگن آقا ایران خودرو درگاهش 3 ثانیه باز میشه و هم ساعت 1 نصف شب بزنی یا آشغال چینی بهت میدن، ساعت چند بیداری یا برای 3 ثانیه له له میزنه. ولی بین آقا اگه بگی نماز صبح، بگی آقا اگه بگی فلان فرصت ویژه و استثنایی روز جمعه برای قبولیت دعا، اگه به این آقا بگی شب قدر، اگه به این آقا بگی موقع اجابت دعا، آره بابا اینا رو نمیفهم. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرة هم غافلون. تو دنیاش خوب زرنگه، دنبال همون 3 ثانیه ها میگرده که دست نده، ولی اینجا اصلا گوی نمیفهمه، به کتش نمیره. بعد به یه ده دیگه هم میخندم فلان، یارو چه کار میکنه این؟ اصلا دنبال چیه اینه؟ چه اینه؟ اصلا نیستن تو این فاز. بعد به اینا میخندن، به این دوستای خدا. از گزافه کی شدن این قوم لنگ؟ اینا الکی لنگ نشدن، یعنی الکی خودشون به لنگی نزدن، یعنی این فخر و افتخار و نام و ننگ ها رو گذاشتن، هم تو لنگان دارن جلو میرن. فخر را دادند و بخریدند ننگ. اینا الکی فخر، این فخرهای جامعه رو گفتن مال شما، اما ننگش رو بدید به ما. در کوی نیکنامی گذر ندادن. چی؟ در کوی نیکنامی ما را گذر ندادن، گر تو نمیپسندی تبدیل کن قضا را. اصلا زحمتش هم نمیکشتم، میدونی تقدیر رو عوض کن دیگه، از ما همینه ها، ما نمیخوایم اینا رو. پا شکسته میروند این قوم حج، از حرج راهیست پنهان تا فرج. این قوم یعنی دوستان خدا با پای شکسته به حج میرن، چون از تنگنا تا گشایش و فرج و رستگاری راهی وجود داره. همیشه الله دست شکسته ها رو میگیره، الله تعالی بلندشون میکنه. بچه تا وقتی ادعا نداره، تا وقتی که دست و پا نداره، گردن بابا جاش. همین که گفت خودم رو پام وامیستم خودم میرم، دیگه حالا برو. ولی تا اون روز کجا بود جاش؟ گردن باباش. بابا اونو میبردیم بریم بر پای بابا، پای او بود، دست بابا دست او بود. پا شکسته میروند این قوم حج، از حرج راهیست پنهان تا فرج. دل را ز دانش ها بشستند این فریق، زان که این دانش نداند آن طریق. دل را دانش شستن، مراد کدوم دانشه؟ یه ده
دانش رو، آگاهی رو برای دانش و آگاهی میخوان. یعنی دانش برای دانش، آگاهی برای علم، برای علم. گویا مثل یه هارد کامپیوتر، یک سخت افزار یه چیزی از یه چیزی منتقل بشه، کپی پست بشه از این سینه به این سینه، از این حافظه به این حافظه. همین کل مثنوی رو جا کنید تو کله. من میخوام حافظ شناس بشم، همشو جا کنید اینجا ذهنم. خب اینم جا کردیم. بعد این چی بار آمد از اینا؟ اینا سوز دل حافظ شد، اینا ناله های سحرگاهی شد، اینا خشوع خضوع شد، اینا فروتنی و عبدیت شد، اینا دلی نرم و فکری به طرف آخرت شد، اینا شوق لقای الله شد. نه، اینا غرور علمی شد، اینا شهوت علمی شد، اینا ادعا شد، اینا دکان دین شد. حالا یه عده دیگه با طریق دیگه دارن کار کاسبی میکنن، این با این طریقه داره کار کاسبی میکنه. اینم کاسب کاره، اینم نوعی دنیاست. بنابراین مولانا اینو نکوهش میکنه. دانش و آگاهی ابزاری برای رسیدن به هدف نیست. من با این دانش و با این آگاهی به حقیقت علم که خشیت خداست برسم. انما یخشی الله من عباده العلماء. و این از بعضی از علوم نبی ما به خدا پناه بردن. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. از اون دانش و آگاهی بیفایده خدایا به تو پناه میبرم، اونو به من نده. اون علمی که اومده فقط شهوت علمی شده، علمی که اومده فقط از توی طرف میبینید، ببخشید یه آدمی ساخته که صبح تا شب با مردم جدل میکنه مثل خروس جنگی که چه خبر، من از تو بالاترم، من از تو بهترم، من از تو آگاهیم بیشتره. خواست خب اینو که اینو کاسب کاری دنیاست. دل ز دانش ها بشستن این فریق. دل رو از دانش شستن یعنی چی؟ دل رو از غرور علمی شستن، دل رو از شهوت علمی شستن. مولانا بعد از این که با شمس تبریزی آشنا شد، خب شمس تبریزی یک ظاهرا سوداگری بود و یه آدم عادی که کنار خیابون بساط میکرد، ظاهرا خیلی 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 بد جلوه میکرد برای کسی که خب یه مدرس بزرگ، یه فقیه بزرگ از این دنبال این چرا افتاده. مولانا دنبال شمس افتاد، همون غرور علمی رو فدا کرد، شهوت علمی رو فدا کرد، ادعای علمی رو فدا کرد. اونا که فدا شد عشق شروع شد. ولی فدا کردن اونا کار آسونی نیست. حضرت مفتی محمد تقی و حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی، دو تا برادر فرزندای حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی هستن. این دو بزرگوار خب اکابر دیوبند ما تواضعشون زیاد بود، با وجود این که پدرشون عارف از خلفای اجل حضرت حکیم الامه طحاوی بودن، ولی فرزنداشون توصیه کرد که شما برید با حضرت دکتر عبدالحی رحمت الله تعالی علیه تعلق اصلاحی برقرار کنید، مشوره کنید تو امور اصلاحیتون. بعد اینکه درس حوزویشون تموم شده بود. حضرت مفتی رفیع صاحب خاطره تعریف میکنه، میگه بعد اینکه خب تا پدر زنده بود، بنا به اون رابطه قشنگی که با پدر داشت و اینا، ماها هم میگه خیلی ملاطفت و نرمی و با ما هم برخورد زیبا. میگه پدر که وفات کرد ما گفتیم خب خوبه دیگه، از این به بعد حتی نرمی و لطافت چند برابر میشه دوستی ها، چون پدر دیگه رفته. خودشم آدم خیلی لطیف مزاجی و خیلی مظهر صفت رحمت خدا بود گویا. اما دیدیم نه، قضیه عوض شد، یه سختگیری های شروع شد، یه برخوردهای جدی تر شروع شد. چه اینطوری شد نمیفهمیم، ولی خب به هر حال ما ایشون رو به عنوان مشاور و مصلح خودمون قبول کرده بودیم. تا 10 سال میگه ما رو از سخنرانی منع کرد. 10 سال
برای یک نفری که تازه عالم شده، همش هم علم و همش هم کلی اطلاعات و میخواد اینا رو دیگه افاده علمی کنه و میخواد اینا رو برس بیرون و میخواد اینا رو به جامعه برسونه. ظاهر قضیه بود 10 سال، ولی اونا میفهمیدن که این هنوز باید یه سری چیزای دیگر رو به دست بیاره. اولا اینکه برای خودش ضررهایی وجود داره، از عجب و شهرت و خودبینی و غرور علمی و شهوت علمی و واه واه و بهبه و چهچه که مردم که گفته بشه، دیگه این نمیره دنبال اصلاح خودش، به اون مرحله ای که هست احساس کمال میکنه، تمام توی محروم. از اون طرف دیگه خب دعوت یه نیت صحیح میخواد. اصلا یکی از چیزهای اصلی و اساسی در دعوت نیت صحیحه و میگن نیت صحیح در دعوت رکن رکینش همینه که انسان وقتی دیگری رو دعوت میده به هیچ وجه خود رو از او برتر نداند. اگر یکی رو دعوت بده ولی تو ذهنش این باشه که من از این که بهترم دیگه دعوت میدم برای که این فاسق و این بدم درست بشه، این خودش به جایی که نور پخش کنه ظلمت پخش میکنه، خودش اصلا حتی مشکل داره. مثل اینایی که الان میخوان طرف 2 تا تار موش اینجا در اومده، خب میخواد جلوی منکر رو بگم، بعد اون طرف میگیره خانومه رو تو بغلش، بعد کل میده تو ماشین، دست پای زنه لخت انداخته، خودش با محرم نشسته که میخوام ببرم اصلاحش کنم. این چه مدل اصلاحه؟ و 2 تا تار موز داشته، تو چند تا منکر کردی؟ به هر حال تا 10 سال میگه ما رو منع کرد. ما حیران بودیم چرا اینطوری. یه زمان میگه که اومدن مصاحبه کنن از من، از یکی از خبرگزاری ها. من گفتم که استاد ما رو منع کرده. بعد رفتن پیش استاد همون خبرگزاری، گفتم ما میخوایم مصاحبه کنیم. گفتن که نه خیر، ایشون حق نداره مصاحبه میگه نکرد. بعد چند وقتی میگه من یه رساله‌ای نوشتم در رابطه با علم اخلاق، کلی هم تحقیق کردم با همون جوش و جذبه علمی و جوانی و اینا. دیگران هم خیلی تعریف کردن، بردم به استاد نشون دادم، استاد کتاب نوشتم نگاه کنید چطوریه. دیگه حالا منتظر بودم خیلی برخورد قشنگی بشه، کلی تعریف نگاه کرد، گفت که چه؟ به گفته خودش که خوب کتاب نوشتی، من قرار نبود شما از این کارا نکنید. گفتم استاد گفتید سخنرانی نکنید، اینم نکنم؟ نه اینم نه. بعد گفتم حالا چطور هست؟ یه ورقی زد گفت بدک نیست ولی چاپش نکنی فعلا. یه گویه یا آب سردی ریخت رو سرم. چرا اینطوری میکنه خدای با من؟ شد تا 10 سال. بعد از 10 سال ما 2 تا برادر رو صدا کرد، بیاید اینجا. آمدید. میگه این نامه ای داد دست من، گفت بگیر بخون. من میگه نامه رو خوندم، از شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله تعالی علیه بود. به کی نوشته بود؟ به حضرت دکتر عبدالحی، که این 2 تا فرزند از فرزندان حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی هستند. اللحاظ علمی بسیار قوی و افرادی نابغه که آینده درخشان میتوانند داشته باشند، مشروط بر این که اصلاح و خودسازی شده باشند و از غرور و از شهوت علمی و از رذائل خود رو نجات بدن. نسبت به تربیت این 2 بزرگوار و بزرگزاده خوب سختگیری بفرمایید. میگه ایشون به من وصیت کرده بود. بعد نامه رو داد دست خودم، گفت بخون. خوندم، گفت این نتیجه همین توصیه ها بود و برای دلسوزی شما بود. از این به بعد شما اجازه دارید سخنرانی کنید. و حالا میبینید که الله تعالی از این 2 بزرگوار در سطح جهانی چه خدماتی میگیره. و باز میبینیم که با وجود این همه خدمات جهانی چقدر غلبه تواضع و فناییت که اصلا گویا نیستن. تو ممالک عربی، تو ممالک اروپایی، تو جاهای مختلف سفرهای در 1 ماه شاید به اقصا نقاط عالم داشته باشن، ولی وقتی باشون روبرو میشی گویا اصلا نیست، هیچی گویا نیست.
نه از غروری، نه از شهوتی، نه از ادعایی، هیچی توشون نیست. حالا شما فکر کنید اگر اتفاق نمیافتاد، اینی که مولانا اینجا میگه دل ز دانش ها بشستند این فریق. اول اینا آمدن دل رو از اون غرور علمی، شهوت علمی، ادعای علمی، از اینا دل رو شستن. آسونم نیست، الکی به دست نمیادین. 10 سال تو بیای با مشوره مصلح و مربی در حالی که کلی حرف رو گفتن داری، کلی پتانسیل و ظرفیت و انرژی جوانی الان آماده است برای که بگی، هیچی نگی و حاضر بشی که از یه فرد دیگر کاملا اطاعت کنی، با مجاهده، با سختی ها. اینا الکی نمیشه، یه شبه نمیشه. شما به زندگی حضرت علامه ندوی نگاه کنید. ایشون کنار مولانا عبدالرحیم رایپوری چطوری بودن؟ کنار مولانا الیاس چطوری بودن؟ چطوری غرور علمی رو شستن؟ چطوری ادعاها رو از بین بردن؟ الکی نمیشه. دل ز دانش ها بشستند این فریق، علم نبود الا علم عاشقی، ما بقی تلویس ابلیس شقی. یعنی چی؟ یعنی علمی که تو رو به الله برسونه. یعنی علمی که با غرور و شهوت باشه اون خودش دنیاست. دل ز دانش ها بشستند این فریق، یعنی دانش های ظاهری و قشری که همش غرور و فریب نر علم. زان که این دانش نداند آن طریق، این دانش های قشری و ظاهری اون طریق رو بلد نیستن، اون طریق رسیدن به دوست رو، طریق رسیدن به حقیقت رو. دانشی باید که اصلش زان سر است. تو باید یه دانشی به دست بیاری که یه سرش به اونجا وصل باشه، کوزه‌ای که به دریا وصله. تو باید یه کاری بکنی که دل خودتو محل الهامات ربانی کنی. اول ای جان، مولانا یه جایی اول مثنوی گفت که رنگار از رخش پاک کن. اول برو زنگار از رخ این دلت پاک کن، بعد ببینین دلت محل الهامات ربانی میشه، محل علوم لدنی میشه. ببین الله چی میباره بر این دل، چی میاد بر این دل. چرا این مولانا کلامش تبدیل به یه اثر ماندگار شد؟ چه چیزایی بود که الله به قلبش ریخت بعد از تزکیه ها، بعد از اصلاح ها. خود مولانا دفترهای مثنوی رو تکمیل نکرد و چی گفت؟ گفت چون فتاد از روزن دل آفتاب، ختم شد والله اعلم بالصواب. از پنجره دلم خورشید و محبت خدا هر روز میتابید، منم اونا رو صفحه کاغذ مینوشتم. چون حالا نمیتابه، به چه علت، چرا، من نمیدونم. منم از این بیشتر ادامه نمیدم بگم بعد یا چرا دفتراشو تکمیل نکرد، چرا مثلش فلانه، اینا برام مهم نیست. چون فتاد از روزن دل آفتاب، ختم شد والله اعلم بالصواب. خدا خودش بهتر میفهمه چرا اینطوری شد. من فقط داشتم یه چیزی رو که از این پنجره دل میتابید به دلم به جامعه منتقل میکردم، چون نمیاد دیگم نمیگم. دانشی باید که اصلش زان سر است، زان که هر فرعی به اصلش رهبر است. هر پری بر عرض دریا کی پرد، تا لدن علم لدنی میبرد. برای مثال هر پروبالی که میتونه پهنای دریا رو پرواز کنه، هر پروبالی نمیتونه. و این علم لدنی است، علم وهبی است که انسان رو به حقیقت ها میرسونه، نه تنها همین اصطلاحات حفظ کردن و چند تا جمله عرفانی حفظ کردن. شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الهی و نور الله لا یعطی لعاصی. امام شافعی میگه پیش استادم وکی اومدم شکایت کردم، گفتم هر چی میخونم برکت علم، نور علم، حقیقت علم اونا نیست. وگرنه اصطلاحات علمی رو، قیل و قالهای علمی رو فاسق که بمانه کافر هم میتونه حفظ کنه که.
اون نور علم رو نمیدید، برکت علم رو، حقیقت علم رو نمیدید. اومد شکایت کرد، استادشان گفت آقا جان علم نوره، این با معصیت، با گناه، با فساد، با شهوت جمع نمیشه. فإن العلم نور من الهی، اول صفحه دل رو از زنگار معصیت ها خالی کن، بعد حقیقت علم رو میتونی به دست بیاری. پس چرا علمی بیاموزی به مرد، کش بباید سینه را زان پاک کرد. ای معلم، ای کسی که درس میدی، چرا همیشه میگن کنار آموزش پرورش، کنار تعلیم تزکیه، کنار علم ذکر، کنار شریعت طریقت؟ این با همن، اینا نمیشه از هم جدا کرد. میگه آی معلمی که داری علم یاد میدی، چی یاد میدی؟ علم بدون تزکیه، علم بدون اصلاح، علم بدون خودسازی، همینطور علم یاد میدی. خب علم یاد بده. آقا این سلاح‌های کشتار جمعی، اینا رو با علما کردن یا بی علما کردن؟ این سلاح رو کی درست میکنه؟ اینا که علم داشتن ولی از اون طرف انسانیت نداشتن. اون کسایی که روشن فکر بودند اما روشن ضمیر و روشن دل نبودند. ذهنهای روشن، دلهای مرده اینا رو درست میکنه. به جایی که برای بشریت نور بیاره، برای بشر خیر بیاره، نفع بیاره، بدبختی میاره برای بشر. پس چرا علمی بیاموزی به مرد، کش بباید سینه را زان پاک کرد. از این علوم ظاهری و قشری که همش غرور و بدی میاره، همون بهتر که پاک بشه از سینه. پس مجو پیشی از این سر لنگ باش. پس توصیه همینه، مثل عبد تو دنیا زندگی کن. تو این دنیا دنبال برتری جویی و سلطه جویی و نامآوری و شهرت طلبی و اون چیزایی که منافات با عبدیت داره، بندگی داره، با اونا نباش. دست پایین بگیر، تو این دنیا با فروتنی زندگی کن، همون بهتره. بس مجو پیشی از این سر لنگ باش، یعنی تو این سرا، تو این عالم همون بهتر که دست پایین بگیری تو این حیات مادی. وقت واگشتن تو پیشاهنگ باش، اما موقعی که بر میگردی به سمت خدا، هر چقدر تو این دنیا دست پایین گرفته باشی، متواضعانه و با عبدیت زندگی کرده باشی، بی ادعا زندگی کرده باشی، از اون طرف با سرعت بیشتر و با امتیاز بیشتر بلند میشی. آخرون السابقون باشه ظریف، بر شجر سابق بود میوه طریف. ای زیرک و دانا در زمره پسینان پیشتاز قرار بگیر، چرا که میوه تر و تازه درخت مقدم بر درخته، از خود درخت مقدم تره. گرچه میوه آخر آید در وجود، اول از تو زان که او مقصود بود، چون مقصود اصلی او بود. چون ملائک گوی لا علم لنا، تا بگیرد دست تو علمتنا. در رابطه با امام بخاری، بزرگان دیگه من شما آمده که هر حدیث رو میخواستن املا کنن، وضو میکردن، دو رکعت نماز میخوندن، کلی دعا میکردن، الله ما رو بفهمان، الله به ما فهم بده، الله به ما نور بده، نور برکت بده، بعد اون حدیث املا میکردن. بعد شد بخاری. پیش خدا زجه دعا. اول بخاری با چی شروع شده؟ با نیت. آخر بخاری با چی تمام شده؟ حدیثی در رابطه با ذکر. یعنی ملکه ذهن و فکر این آقا اول کتابش چی بوده؟ اخلاص. آخرش چی بوده؟ ذکر الله. این کتاب اینطوری تمام شده، اینطوری شروع شده. برای همین الله رو تبدیل به یه اثر ماندگار، اصح الکتب بعد کتاب الله کرد. ملائکه میگه وقتی که خدا به اونا علم داد، دست اونا رو با علم گرفت، که ملائکه گفتن لا علم لنا، خدا ما هیچی نمیفهم، هیچی نمیدونیم.
طرف میگه روز جمعه صحبت داشت، طالبی بود، برای اولین دفعه بود و براش خیلی جالبم بود و اینا. رفت یه برگه درست کرد، کلی مطلب توش نوشت و اینا رو خلاصه نویسی تیتر کرد و آماده کرد تو جیبش و بعد اینا رو هم قشنگ تا کرد گذاشت رو جیبش و اون زمان موتورا ایج بود، هندل کرد و تق و برو که اون روستایی که حالا قرار کار امام جمعه رو یه هفته انجام بده برحال بخونه. غافل از این که خود تو این مسیر که داره میره کاغذه رو باد برده. یه رفت اونجا و خطبه عربی رو شروع کرد همون اول خوندن و الحمدلله نحمده و نستعینه و فلان و فلان و فلان. یا الله علم پریده رفته یکم من مس. بعد یک دفعه که به خدا پر این سینه فقط در نمیاد. اما یه وقتایی هم میبینی باور کنید طرف پیر مردیه داتیه از یه جاییه که اصلا بنده خدا شاید هیچ اطلاعات دینی کمی هم نداشته، نطق و خطابه خوبی هم شاید نداره، ولی یه چیز داره. قبل از اینکه صحبتاش شروع کنه همین پیرمردی 4 ماهی رفته بنده خدا یه جایی الله هدایت کرم از الله بده الله بیانو به من دادن الله بله من چی کار کنم چی بگه بله من هیچی نمیفهمم الله تو رانم. بعد میبینی همین پیرمرد گاهی اوقات از همین مخلصین پیدا میشه حرفایی میزنه که آدم مات بیمونه چقدر زیبا. و بعد میبینی از همینجا یه جماعت کامل بسته شد رفتن. چیه فرق؟ اینجا یکی بود که خودشو اول هیچ فهمید، دعا کرد، زاری کرد، پیش خدا خودشو صفت کرد، از الله خواست، بعد رفت. من حضرت مولا نظر الرحمن امیر فعلی رایوند دیدم چند مرحله که ایشون بیان داشتن، باور کنید حدود شاید قریب به 1 ساعت پای یکی از ستونهای رایوند می نشست و دعا زاری استغفار فلان که بیان از ایشون بود، خودشو آماده میکرد. از این علوم ظاهره حالا هست، الله داده این علوم رو، از اینا استفاده بکن، ولی به اینا اعتماد نکن چون اینا هست دیگه تمام، چیزی نمیخواد. کنار اونها دعا، بعد چه اتفاقات قشنگی میفته. گر در این مکتب ندانی تو هجا، همین پیرمردی که من مثال زدم بر تو، پیرمرد گاهی تبلیغی، میگه اگه بالفرض تو از اون کسایی باشه که حتی حروف هجا رو هم، حروف تهجی رو هم بلد نباشی، همچو احمد پری از نور هجا. الله تعالی مثل ختمی مرتبت که امی بود ناخوان بود ولی کتبخانه 7 ملت بشست. امروز از همین امی علم میراث که باید طلبه ما بشینه علم میراث رو، ریاضیات رو فول بشه و نمیدونم خیلی مسائل فلسفی بفهمه و خیلی مسائل فلان رو بفهمه تا بفهمه علم میراث چی است. گاهی وقتا نمیفهمه. این از کی این علوم پایه‌گذاری شده؟ از همین ناخوان. عمر خیام از مکتب همین امی شده. عمر خیام یه دانشمند. غزالی ها از مکتب همین امی شدن غزالی. مولاناها خودشون رو جدای مکتب همین امی میدونن. جا عشق نبی رو یاد میکنه مولانا نیست؟ کتبخانه 7 ملت بشست. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه کتبخانه 7 ملت بشست. گر در این مکتب ندانی تو هجا، همچو احمد پری از نور هجا. گر نباشی نامدار اندر بلاد، کم نگی الله اعلم بالعباد. بالفرضم کسی تو رو نشناسه، الله تو رو میشناسه. و بالفرضم که تو این چیزایی که داری و به دست آوردی، بالاخره ظاهر داستان اینه که
کسی از اینا استفاده ای نمیکنه، بهره ای نمیبره، تو دکانی نداری، تو که دنبال فروش اینا نیستی، تو که دنبال اینا نیستی که با اینا دنیا به دست بیاری، که همین که الله میفهمه و الله میدانه همین برای تو کافیه. حالا جلوتر باز مطالبی هست در